سلام رفقا، این اولین ویدیوی چنل من هست. تو این ویدیو میخوام مهمترین تنظیمات بیسیک مولتی رو بهتون آموزش بدم. اولین گزینه مربوط به جویستیک شماست. اگر شما هم هر جا انگشتتون رو میذارید روی صفحه جویستیک میاد زیر انگشتتون، این گزینه رو آن کنید. جویستیک ثابت یه جا میمونه و دیگه تکون نمیخوره. اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردی حتما لایک کن. دومین گزینه وان تب ADS فایره که اگه آنش کنید قبل از اینکه شما دکمه تیر رو فشار بدید اول تیر میزنه بعد این میگیره. گزینه بعد اسلاید هیته که به موومنت کمک میکنه و باعث میشه اسکرین شما کمتر بشینه. این دو گزینه رو هم حتما آن کنید که اولی به سویچ کردن گان شما کمک میکنه و دومی هم مربوط به شاتگانه. هر وقتی تیر شاتگان به انمی میخوره جای تیراش باقی میمونه. که مربوط به گرفتن لگد گانه. این گزینه‌ها رو همه صفر کنید و این دوتا رو هم حتما آف کنید. این گزینه هم مربوط به لگد گانه. گزینه بعد دمیج نمبره که حتما باید آنش کنید. به شما نشون میده که چند تا به انمی دمیج دادید. پایین دمیج نمبر به گزینه ADS میرسیم که اگه پلیر 3 یا 4 انگشتی هستید حتما روی گزینه دوم قرارش بدید. پایینتر به گزینه آلوز اسپرینت میرسیم که به سرعت کاراکتر شما کمک میکنه. حتما آنش کنید و عددش رو روی 100 قرار بدید. آخرین مورد هم مربوط به زاویه دید شماست که حتما هر دوتا رو تا آخر ببرید.